اگر میخوای بفهمی که تو با تقوا باید دو قسم اخلاق داشته باشی. حسن الخلق مع الخالق. اخلاق به همراه کی داشته باشی؟ به همراه الله. متوجه هستی؟ از الله خجالت میکشی؟ در گناه که برابر میشی از الله میشرمی؟ اگر میشرمی تو با تقوا هستی. حسن الخلق مع الله. و دیگه چی هست؟ و حسن الخلق مع الناس. بهترین اخلاق به همراه کی داشته باشیم؟ یعنی باید اردوش حفظ کنی. بعضی کسا رابطش که الله بسیار خوب است، اما که مخلوق رابطش بسیار زشت است. دشنام دادن، بد گفتن، توهین کردن، تحقیر کردن مسلمان هیچ برش معنا نمیده، بسیار ساده هست. پس انسان با تقوا کسی است که اخلاق به همراه الله حفظ بکنه، به همراه شعائر الله. اخلاق داری؟